سلام، با نام خداوند مهربان با عرض سلام خدمت همه دوستان و علاقمندان افغانستان و همچنان کابل اسکای و همچنان فروشگاه نگزاد صادقی. من رفیع روش بنده و شما توحیدالله نگزاد در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنیم. فارغ التحصیل رشته اقتصاد و شما دارای و تجارت بی ما مختصر بی اصلی جای کابل شما کابل. 7 دیستریکت و شما گود نایت. نه انشالله که همتون خوب باشین، صحتمند باشین، سر حال باشین. امروز در کنار توحید جان هستم ما در فروشگاه نگزاد. برای شما لباسای نیک لباسای مقبول لباسای شیک در برنامه انشالله میگنجونیم و شما میتونین که لباسای مقبولتون خریداری بکنین. ناگفته نمونه برای خوره ما که کامنت کرده بودن که بر ما کورتی پیران برای مادرای گل ما معرفی بکنین. حتما انشالله ما امروز در برنامه بر شما دیزاینای خاص و دیزاینای ویژه را انشالله معرفی میکنیم و شما هم تا پایان برنامه همراه کاکا رفیقتون و همچنان کاکا توحیدتان باشین. آصف جان هم دادن دروازه است به خاطر از اینکه کسی نمیمونه که داخل داره. اهمیت تعیین کنیم. بله میریم بخیر برنامه را آغاز میکنیم. توحید جان شروع کنیم به نام پروردگار بی‌نیاز. شروع میکنیم. والا رفیق فقط همون کو از کدام طرف شروع کنیم؟ ایده برای لط کردن ما گرفت. اینا نه برات کردن استیک است. دامن است. خیر برنامه تا وقتی که معرفی میکنیم باز ترازی برای معرفی میکنیم. از این سر شروع میکنیم. فرمایید. یا از اینجا بگیریم. این لباسک دیگه برات جان. نه مدلک میبینی لالا جان، مدلک است به نام پیران لطیفه نام داره. مدل بسیار مقبول، دامن بسیار کلان داره. دامنشان تقریبا چند وار دامن است. ببین این دامن کلان داره. رنگ سرمه‌ای داره. این رنگش هستن یخنشان که میبینی کلان کاردست میباشه. بله و موردوزی همراهشان شده. نگفتم من کمربند همراه خود پسرش داره. سایزشان نداره، سایز فری سایز است. همراه شالم فروخته میشه، بدون شالم فروخته میشه. نام خدا. و دامنشان دور دیزاین است. دامنکشان دور دیزاین است. دیزاین بسیار مقبول است و همچنان مکمل گلدوزی و خالدوزی و همچنان مکمل زریدوزی شده. بله خیلی خوب. و رنگ سرمه‌ای است. رنگ سرمه‌ای داره. سایز چطور؟ سایز هم فری سایز است. هر سایز که باشه برشان انشالله میه. از تا بغل 46 جواب است. از 40 تا 46 میه انشالله. خیلی خوب. و مدل بعدی ما براتون بگیم مدل که است. مدل که یخنه. قیمتشون بگیم. قیمتش اگه بگید بیاد جان بخاطر قیمتشون همراه شالشون 3500 بدون شال اگه با حساب کنن 3100 است. همراه شال صدر پیشم به خاطر کوکارافیتون 3400. 3001 بدون شال 3000. بدون شال 3000. باز یه تخفیف دادن میشه برشون؟ دیگه تخفیف دادن میشه براتون. جگره کنید مثلا. جگره بزنه بدون جگره نمیشه. باز در افغانستان خواهید امکان نداره که جمع خدا خیر بده. و مدل بعدی ما که میرین مدل که یخنفت است. مدل بسیار بالا است. بسیار مدل که متخفن تایت. بله. و یخنش یخن گرافیک مدل میشه و بسیار یک چیزی که خاص هستن که دامنشان پیش روی پسر کار میشه. و نگفتن ما این مدل ما را اگه بخواین در دو مدل آمده. یک یخن گرافیکی آمده که این مدل یخن دوزی بسیار کم پیدا است در بخش مدل های ما. و یکی دیگه آمده در بخش یخن موردوزی. بله. خامک دوزی سابره. دامنکشون تقریبا 3 متر میاد 4 متر بله. خب دامنک مقبول در پیش رویش هم دیزاین داره و پسرش هم دیزاین داره. ماشاءالله. خوب رنگای مقبول داره. یا خفن است. این بسیار خفن است دیگه. این مدل ما است که خفن نزدیم میشه وجه کمسایه ما کپی نکنیم. بله. آقا اینو اگه میخوای خریداری بکنین این خیلی خفنه. این از جمله لباسای خفن فروشگاه نگزاده که شما میتونید بر رنگای مختلف اینا رو بررسی بیارید. این خیلی میگن. نه قیمتش قیمتش هم 3500 مثل از این مدل ما 3500 همراه شالش بدون شالشون 3100 تخفیف داره. در صورت 100 روپیه مرا کم کو از 100 روپیه تو را میشنه 200 کم میکنه. خیر ببینی بدر جان 2900 بدون شال. و بدون از او یک مدل که دیگه دارن در بخش خیلی خفنه شال. بله. یالان. بله. این بخش یالان که هندی هستن. این مدل ما هیچ وقت کننده نمیشه. مدل است که همیشه مشتری تقاضا کرده و میکنه و خواهد کرد. به خاطر که سبک اصلیشون در این دو مدل اومده. یک مدلشون اومده روی چادر جو میشه. اون مدل وطنی خود از در خود افغانستان جو میشه و خیلی کیفیت پایین‌تر داره. و نگفتن نمونه که اینا میتونن با قیمت بسیار مناسب از ما بعد از بیارن در 6 رنگ متفاوت مختلف. خوب. قیمتشون 2500 بود خاطر از می جوان کاکا خاطر کابل اسکای
اما دوی پوره حسابش میکنم. دوی پوره براتون کرده پیرانکش. از زیریش کردم کل چیزش بدون چای چیش. خب بندش. بله. خیلی خوب، تشکر. لباس خفن با 6 رنگ متفاوت. مهربانی بیادر جان. و مدل بعدی اون که است مدل جورجتی هستن. خاره ما خوش دارن، نمیخواین که نخی باشه، برشان جورجت پیشنهاد میکنم. جورجت که سرتیکشون خامک دیزاین میشه، آستینشون دیزاین داره، یخش دیزاین داره است. دیگه خلاصه برات بگم کل ظرافت‌های یک پیران مقبول داره. تکیش جورجت است؟ تکیشون جورجت از 60 دارن. قیمتش؟ قیمتشون هم 1800 افغانی اقتصادی مقبول خوب. و مدل بعدی ما که است مدل سبک عربی است. اما تو مدل راست است، اما تو یک شیپ، اما تو یک تیپ، اما تو یک دیزاین که داشته باشی میگه کلاگی استایل تا کپی کنه. خوب چیزا که تایت و خیلی رایت است نه؟ چقدر این استقامتش مکمل موردوزی شده نمختلف. رنگ سرمه‌ای داره، می رنگ زیتونیش است و یک رنگ دیگه شام لیمویی است که لیمویشون تلاش تمام رنگش. قیمتش 1800 نه قیمت از این است داره 2800 است. 2800 سبک عربی است، البته نگفتم من خودشون هندی است ولی نمیگم شما. بله. ما نگیرم به یک دقیقاً بدرجان. و مدل بعدی ما که می‌بینید بازم سبک عربی است ولی دیزاین ساخت کشور هندی است. خود سبکشان عربی است، چون سبک عربی هم درست کار میشه. مکمل دوش کار شده ولی یخن مکمل یک دوزی و مورد دوزی باشه. در 4 رنگ متفاوت، رنگ سرخ، رنگ لاجوردی، رنگ سرمه‌ای و یک رنگ دیگه شو یادم رفته چی. یک رنگ دیگه یادم رفته و یاد رفتگیشون باز مو گپ اینو گرفتیم برش. و قیمتشون برشون بر خارج ما 2500 و ان شاء الله که تخفیف یوم دارن. خیلی بیادر جان. لباس بعدی ما که در سبک پنجابی تکه کاتن است، نه کاتون است، نه نخی است، نه جورجت است، کاتن است. تکه سرد بسیار ملایم تکه است که بسیار خوش کردن خاره ما. ناگفتن ما پاچه‌شون که است، پاچه‌شون دیزاین پاچه‌ش پاچه کلان است، شلواری است. پاچه شلواری است. در 3 پیس آمده، قیمت مناسب داره، کیفیت خوب داره. قیمتشون 2400 است که ما تصمیم گرفتیم که در قیمت 2000 افغانی شما عرضه کنیم. قیمت 2000 افغانی. خدا خیر بده، سلامت. خیلی خوب. رنگش دیگه است؟ یک رنگ گلابی داره که این رنگش یک رنگ سیاهی بسیار تایید داره. خفن. سلامت باشی. لباس بعدی لباس خفن. و نگفتم از این میباد پنجابی‌ها که در تکی سلک و تکی نخی میشه، از این میباد هر کدام پنجابی رو خوش کنه با قیمت 1500 افغانی. کلش. از این بابات آزمی میتره با شمول آزمی با شمول خودش با شمول آزمی هر کدامش که میگیری با قیمت 1500 افغانی. 3 پیس است. 3 پیس چادر تنبان و همچنان شلوار پیران. بله هر کدامش که میخوای خوره گل ما یک کمک بخش کامرا دعوت میکنیم که بیشتر بیاین. هر کدامش که میخواین هم لباس که بسیار مقبول، شیک، زیبا و همچنان مد سال با قیمت 1500 افغانی تنبان هم داره و همچنان ابر خودیدن یک چادر هم داره با قیمت 500 افغانی. لباس بسیار مقبول، شیک، زیبا و همچنان تکیشم تکی 50% سلف 50% کتان با قیمت 1500 افغانی. یا همچنان جوری از این لباس است تکیش البته یخنکش تغییر داره و این را میتونید با قیمت 1500 افغانی ترلاسه کی. او دغه خیسته لباس انستاسی ګوري دم مری لباس دی خال دی او دغه تکي رخت چې دی یعنی رخت کتان دی دم په 15000 نه 1500 افغانی اخیسته شي. این لباس هم که میبینید قیمتش 500 افغانی میشه و پالیش هم لباس بسیار مقبول. این تخفیف آمده یعنی قیمتش 2400 بود مثل در کاتن است. یا در تخفیف برابر شد دیگه. در تخفیف که برابر شده که باز ابو سرا پاشک میسوزه. نه دیگه آفرین. اما ترس ولی بیچاره قیمتش 2400 بوده قیمتش شده 1500 به خاطر اینکه دبای نزی اومدن و موسیم به خاطر تر خشکم میسوزه به خاطر خشک تر میسوزه به خاطر ترا خشکم سوخته. همونطور است. گپ رسیده باشه. بله گپ رسیده باشیم با قیمت 500 افغانی با شمول لیمی دختر خانم هم که لباس بسیار مقبول است، لباس بسیار شیک است. امروی گودیش نیست تنها خود لباس میتونید 3 پیس با قیمت 1500 افغانی ترلاسه کی. ډیره مننه دا یو سوداګریز اعلان و چې تاسو ته د پیسو په وړاندې اعلان شو. بله بفرمایید. با مدل بعدی ممکن است اینی باکس باز که میشه دیگه چی میگن چشما را دیگه روشن کنه یگان چیزای تایت معرفی کنم مناله. یکی خفن بود. این خفن پلاس خفن است. این خفن پرو مکس است. خفن پرو مکس است. یا لباسای بسیار مقبول
اینی از مدل اینا تا حالا ما معرفی مدل نکردیم ما هستن، در برنامه. مدل‌های بدون شانه هستن، مدل‌های هست که شانه ندارن برای خود، یعنی هر چیزی که بخواید دیزاینشون آماده میشه باشون به هر خواهر خاص باشه و رنگ‌های بسیار مقبول داره. رنگشون 5 رنگ داره. این رنگ لاجوردیش، رنگ سرخ داره، رنگ گلابی داره، رنگ ماشی داره، رنگ زرد داره. نام خدا. 10 رنگ داره فکر کنم، 5 رنگ نداره. رنگشون خیلی 10 زیاده. رنگ داره بعد. میده از نزدیک که دو بغلشون که از خامک دوزی میشن و چاکدار است؟ دو بغلش چاک داره. چاکدار است. بله. مدلایی که بهشون میگم تون همگیشون پسرشون چاک داره، بغلشون چاک داره. بله. یک گلشون گلک موردوزی، گلک تکمه دوزیش هست. بله خامکم دوخته شده. خامک و تکمه. تیپاک کلاسیک. بله بسیار جذاب. خیلی خوب. 2400 قیمتشون نه 2800 است. 2800 بود. اینیش 2400 است. این مدل که ما که میبینین در بخش خاد یک چیزی که بی‌نظیر است، مثل از اون است. تفاوتشون این است که در تکمه دوزی شده گل یخن فرق میکنه و گل ازیکه است مثلثی است، یک چیز متفاوت‌تر نسبت به او است. فقط یخنشون متفاوت‌تر است. ناگفته نمونه که این مدل‌های ما که می‌بینیم تخته پشتشون همچنان دیزاین دار است. این پیشرویشون تنها دیزاین نداره. بله. و براتون مدل است که تخته پشتشون دیزاین داره، گلدان و براتون نشانش. خیلی خوب زنده باشید. و مدل بعدی ما که است مدل که دو رنگ است. مدل است که قبلا ما لالا رفیق خود چند گلک دیگه معرفی کرده بودیم. این بار یک گلک جدیدش اومده به نام گلک شاپارک است که یخنش یک رنگ کار میشه، دامنش دیگر رنگ کار میشه. میتونی با دو رنگ چادر ست کنی یا میتونی با رنگ نارنجی بر خود چادر ست کنی یا میتونی با رنگ ماشی بر خود چادر ست کنی. مقبولش در صورت میکشه. خیلی خوب. قیمتش بدارم؟ قیمتشون 2500 درهم تخفیف از طرف ما و از طرف خودت و از طرف بخش کمره ان شاء الله داده میشه. سلامت باشی. و مدل بعدی ما در بخش بدون شانه است که بسیار یک چیزی که جذاب است. بسیار یک چیزی که جذابه که مقبول است. فکر میکنم برام لباس رویا یاد میشه. یک خانم است که تیک تاک دنیا وقت همین لباسا که بتن کرده و خیلی یک گروم جذاب میگه و لباس جذاب است. سایت است. من ندیدم خب من لام رویا که یاد میشه همیشه مشتری من میگه که اون لباسا که ما بودی او پیش ما میتونی دریافت کرده با 10 رنگ متفاوت. نه خدا 10 رنگ متفاوت. بله. و قسمی که می‌بینی دامن و پیشرویش هم دیزاین دار است. اینم تو پسر دامنش هم دیزاین دار است. این هم دامن پسرش. پشت روی کار. پشت روی کار میشه. هم دو تخته پشتش هم دیزاین دار است. خیلی خوب. زنده باشی در جان. 10 رنگ مختلف. 10 رنگ داره. 10 رنگ مختلف. سلامت باشی. یا یک لباس لطیفه است؟ نه لباس گلگرد هستن یا مثل از دو رنگ است دیگه شو معرفی. گلگرد. یک لباسی که قبلا از این لباس معرفی کرده بودیم، یک سبک جدیدش تازه به بازار آمده. او در سال 2024 معرفی کرده بودیم. این در سال 2025 که تقریبا مدلش یک مدل نه که 10 مدل به خاطر از اینکه در یک سال همین 12 ماه است معمولا باز در هر ماه یک جور لباس معرفی میشه یا به بازار عرضه میشه. اما این از اون لباسایی است که در 12 ماه 10 دانه از این معرفی شده که آخرین مدلش است. مکمل استقامتش می‌بینیم، مکمل کار دست کار شده. امروی خود الماس داره، زمرد هم داره، یاقوت هم داره، لعل هم داره. در بین از اینا شما می‌بینید مکمل خودش اینجا روی لاکتش کار شده و همچنین استقامتش هم پوپک کار شده به خاطر اینکه زیبایی لباس بیشتر بسازه. یک کمربند بسیار شیک 2025 امروی خود داره. دامنکش هم دامنک گل خینه یاد میشه که معمولا دختر خانم‌ها وقتی که خینه اندازن بازم یک رقمش هست که تاپا میزنن یا از اون جمله چیزا یاد میشه که به نام گل خینه ای یاد میکنن که پرینت است روی خود لباس. قیمت از لباس هم از 2800 افغانی. 100 افغانیش هم به خاطر کوکورافیتون براتون با قیمت 2700 افغانی میتونید خریداری بکنید. صحیح گفتم بچه‌ها است یا غلط؟ بخی تایید گفتی لاله هیچ بدون شک. نه مدل که است که اینمی تو یک چیز است که جذاب، خفن، مقبول مدل است که بر مشتری خود ما نمیکشیم. مدل است در زیر میز میمونیم به بعض مشتری خاص خود میکشیم. لباس زیر میزی است. لباس زیر میزی ماست. توکمه کار شده رویش بسیار مقبول. هم توکمه‌اش کار شده، هم داش خامک کار شده و هم مورکای مقبول شده و از همه بیشتر نگفتم که نشون خامک‌دوزی از خامکی دست است. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی قشنگ. پسرشون دیزاین است. نام خدا. خیلی زیبا. خیلی مقبول. یا چند رنگ داره؟ یام لالا رفی 7 رنگ داره. رنگ گلابی داره، رنگ ماشی داره، رنگ یشمی داره، رنگ سرخ داره، رنگ سرمه‌ای داره. قیمت است که کتنا ہے بھائی جان؟ قیمت از 2800 ده جوړه منشاله لري. بله. او تاسو په لس رنګ باندې دا اخیستی شئ. هو لس رنګ. و رنگ مثل کمان رستم میتونین که شما 7 رنگ زیر خریدید. اینا نگاه که باز پسرشون دیزاین یا دیزاین اونو پسر اونو مدل ما که می‌بینید او چند تا وقت لباس خفن میشه
وقتی لباس خفن میشه دیگه حرف بگفتن حرف بگفتن نداره. خودش قسم میکنه که تا میفهم که زیاد طبیعتان خراب شده چرا در داخل افغانستان نیستیم که خیلی میکنیم. خوار جان تشویش نداشته باش. توحید جان که از برای هر جایی خواسته باشی دماری خان فکر میکنم که قرارداد مذاکره که روان میکنه. دماری خان در مشتریان. مشتری مشتری خودش از نزدیک. مشتری نزدیک است. دماری خان اگر خواسته باشی بر روان میکنه چند روز در بعد میگیره که برسه باشه. از زیاد برابر میگیره تا 20 روز برابر. تا 20 روز. بیشتر از 20 روز مرتبه ان شاء الله میرسه. تشویش نداشته باشین. خیلی ببینید بدا جان. میریم به این لباس خفنی که پیشتر براتون گفتیم به نام گل خینه یاد میکنن. یا لباس بسیار مقبول اما تفاوت از با این گل خینه ای است که روی ازی باز شیشه کار شده و شمله داره. شمله داره بله. لباس بسیار مقبول، لباس بسیار قشنگ با تیپ نو جدید یا قیمتش میشه براتون 2200 افغانی. زیده. خیلی خوبه. دیره من نه روزه من دقیقا سنگ لباس ده این دامنه کسی که از فکر میکنم که دامنه 8 متر است آزمون دامنه 8 متر است. ببینید دامنه این مدل است که کل مقبولشون دامنشون هست. بله کل مقبولی رو دامنش داره یا خانش داره یا داره کمربند ایجا در پسرش میخونه که هر چیزی بخوای جور کردن میتونه در خود دامن. سلامت باشید بیدر جان. خیلی خوب خیلی زیبا. قیمتش میشه 2100 افغانی. 2100 صدر پیش میوار داریم مثلاش که سیستم دور به 2000 افغانی. 2000 بخش کمره که پیش بین شما خیلی خوب. و این مدل که ما که اصل لال رفی با نام مدل که گل آفتاب پرست یاد میشن. ببینید گل آفتاب پرست بله. ما گفتن اون پیشروی پسرشون دیزاین داره است تنها پیشوشون دیزاین نداره. بله پسرشون کار شدن پیشوشون کار شده پشتوری کار و 6 رنگ مقبول داره. بله رنگ نارنجی رنگ بانجونیش رنگ سیاهش رنگ سرماییش رنگ آبیش است رنگ زنگولیگک هم داره و یک رنگ شیچایی هم داره. قیمتشون با قیمت 1800 افغانی. 1800 افغانی. سلامت باشی بیدر جان. 2600 افغانی قبلا بود ما امروز 600 تفاوت. سلامت باشی. لباس بعدی لباس بعدی ما که سبک عربی است لال رفی یکی از حبیبی نور العین ساکن خیالی خودش عاشق بالسنین غیرک داری حبیبی 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 کم تو افغانستان حبیبی امروز نگه لباس بسیار لباس مدل لباس که میرین در بخش عربی هستن تکیشون نخی در نخی کار میشن. اونا وقتی که میگم سبک عربی است یعنی نمیگم که از کشور عربستان آمده خب سبک عربی است این در بخش هندی یا در بخش پاکستانی دوخته میشن. خب حالا یک سیستم نگاه مثلا امی کشورها که هستن معمولا مثلا عربیام که هستن لباسای هندی میپوشن درست اما با سبک عربی مثلا خودشون دیزاین میکنن و نظر به دیزاینشون هندوستان تولید میکنن و روان میکنه با یعنی اکثریت مدل‌ها که میرن در بخش خود افغانی است مثلا در بخش خود افغانی هستن که توسط پاکستانی اینطور میشه خب ما هم سبک خود افغانی موجود است میدوزیم چون یا سبک عربی هستن کلا میبینین آینه دوزی میشه در بین آینه دوزی موردوزی هم میشه نگفتن من اینی یک بخش هستن که از آینه چسبیده میشه نه دوخته میشه خب یعنی خود اوگار نمیکنه هر رقم کار فیسبوک میشه من میگم از اوگار شدن بیخی دیگه دلت جمع باشه خوب رنگای تای داره رنگ سرماییش هست رنگ یشمی داره رنگ پسته‌ای داره یک رنگ زیتونی داره و یک رنگ سرماییش از اون موج دل میتاسه که چی یک رنگ تایت است نه خفن رنگ است خیلی مقبول است. این قیمتش میشه 25000 25350 تومان 25350 باشه چند میشه به قیمتشان 2800 افغانی است و تخفیف ان شاء الله داده میشه و همیشه خواهد داده شما لباس سایز چند است سایز اکسل داره میدیم داره لارج داره از بغل 42 شروع میشه تا 48 سایز داره و مدل بعدی ما که از مدل اپل است و این سه مدل ما که با قیمت 1500 افغانی هر کدام 1500 و سه مدل دیگه که از چند است این سه مدل دیگه ما که هستند باز در بخش موردوزی هستند یا در سبکای عربی مدلای راست هستند که مرچین نیستن راست پوشیده میشن آستینش هم دیزاین داره یا خرش هم دیزاین داره که هستن و دو طرفش هم دیزاین داره هستن میبینین در بخش سبک عربی هستن فقط گلای متفاوت دارن قیمتشون یا قیمت از 2500 افغانی فقط گلشان فرق داره که گلشان فرق میکنه به قیمت 2500 افغانی. بسیار تشکر از توحید جان گل. حالا میایم روی
لباسای بعد لباسای کوتی. یک گلک دیگه مونده که گلم زیاد دیجا کش کرده، بسیار زیاد. یالا باش که نگوین که مدل تایت تا چرا نگانه این که زمان نشان نگین روی مبارک چه سعی کن نام خدا مدل هست که بینید که گلگرد کار میشه در بخش نخی یکی از بهترین دیزاین های ما است که هر سایز که باشه یعنی نفر هر چقدر چاق باشه یا هر چقدر لاغر باشه برش یه تو راحت میشه. خوب رنگای روشن، رنگای دخترانه داره، رنگ نارنجی داره، گلابی داره، سرخ داره، سرمه‌ای داره، یشمی داره. یک رنگای خوبش داره که من بعض رنگایش بیخی ازش خوبش یاد خودم رفتم. قیمتش هم 2500 است مثل از اون مدلای ماست و هم حرارت ان شاء الله داره. نقش 100% است که در شست خود خورد نمیکنه، دلتان دوش جمع میشه. ما فقط چند دونه سمپل از کورتیا را براتون نشون میدیم. کورتی پیرانا را به خاطر از اینکه کورتی پیرانا ماشاءالله بسیار زیاد است فقط چند سمپل تازه آمده براتون معرفی میکنیم و همچنان یک تصویر بخش کمره عزیز ما از این یک سر بگیرید شما که خوره مگر خواستن باید میتونن که اسکرین شات بکنن بر توحید جان روانش بکنن. ان شاء الله توحید جان براتون روی رنگ‌های مختلف هر کدام شکل خواسته باشه ان شاء الله براتون معرفی میکنه و ان شاء الله براتون در هر جایی که خواسته باشین روان میکنه. کورتی پیران خواسته باشین، کورتی دامن خواسته باشین، کورتی پتلون خواسته باشین، کورتی برجس خواسته باشین براتون آماده میشه. تشویش نکن. هر رقم چیزی که بخواید در بخش کورتی ما دارم. هر رقم چیزی که خواسته باشین ان شاء الله از ما را خوردی خدا. نه نمیت نخوردی. خب شروع کنیم مدر جان؟ شروع کنیم. از کجا شروع کنیم؟ از من هر کدامش خوش میاد بعد شما و بعض از سمپل خیلی مقبولی را که تازه به بازار عرضه کردن میخوایم اونا رو براتون معرفی کنیم بخصوص برای مادرای گل ما که دخترکاشون اگر بیننده هستن یا خود مادرای ما بیننده هستن کورتی پیرانکای خیلی مقبول است میتونین شما خریداری بکنین بخصوص مادرای ما که سنشون از 45 50 میشه که باز معمولا همین چیزا رو میگوشن. ای بچه کار کنم بعد بگم ای دخسه 18 ساله کورتی پیراهن دارم برای مادران برش تو کورتی پتلون دارم بردانه منزل بالا میبرم به به زنده باشید. مدل در بخش کورتی پیران براتون میکنم. اولین پیران که براتون معرفی میکنم مدل که پست ماری است. در بخش کورتی پیراهن است. کورتی است امرای خود زیرش پیران داره، مورشون کلا موری دست کار میشه و امرایشون یخک کار میشه یا نوفتن اون که اینیا یخکشون گیج بالا کار میشه. یک یخک دیگه است که گیج یک کار میشه که اونو باز در بخش شستن میره. ترسی نداشته باشین که با شما دیزاین بتونم که مثلا در شست او برن کار یک بار باشه. کار یک بار ما براتون ندارم. اگر بخواین اقتصادی بخواین برشان دارم میتونم اما وقتی که در شست خود خراب کرد یا موریش خود نمیریزه. اینو مکمل دخت است نمیدن؟ کار دست. این لباس ها کجایی است؟ اینیا که سبک ایرانی است. سبک ایرانی. وطنی شمال آمده خودش ایرانی است. خیلی میدن؟ خودش ایرانی است. این لباس روی رنگ‌های مختلف میتونن جور کنن؟ رنگ مقبول داره، رنگ سرمایی داره، رنگ آف وایت بسیار جذاب داره. رنگ آف وایت واقعا خیلی خوبش است. در رنگ آف وایت داره، می رنگش رنگ فلودی داره، دیگه رنگ سیام داره. واو خفن است. کل رنگای از که از بخش رنگای خفن. خودشون اما خدا استاد خفن است. که از اینکه اگر در رنگ نرایی، وقتی اگر من درایم در داخل رنگ کاتش مسابقه باتم تا مشت خدا گراد بگیرم یک وقت سر میکنی که علاقه نیست. یعنی ما دیگه استاد نام خدا ورزیده است. ماشاءالله توحید جان. و این مدل ما بگین مدل که توصیه است. می‌بینین یک چیزی که بسیار خاص در بخش مادرها که اگه می‌خواین که مثلا مدل است، مدل پرکار نه لالا رفی ولی رنگش رنگ سنگین است، همون پرکار بودنش معلوم نمیشه. شاگرد زیاد پرکار است ولی چون رنگش رنگ سنگین است همون پرکار بودنش معلوم نمیشه. یعنی اگه مجلسی ظریف کار می‌خوای این رقم دیزاین سنگین اما بسیار شیک. بسیار شیک. رنگ قهوه‌ای مقبول ظرافت خود داره، رنگ سیاه داره، امیر رنگش رنگ عسلی یا کریمی داره و رنگ فولادی هم داره. خیلی خوب تشکر. سلامت باشید. مادر ما از سایز 42 شروع تا 54 اگه تا 60 این مدل سایز داره. یعنی با آدمایی که بسیار دیگه چاق است. ما خودم ما دیدیم دیگه چی سایز از دیجا اما یک سایزا داره. این سلامت باشی بدر جان. تشکر. و این مدل که ما رو سعی کنین این در بخش گلگرد است. یک چیز متفاوت در بخش موردوزی یک گل متفاوت بخششون اینی است که این چادر بند نمیشه به خاطر که اینی همین یخکشون که از کات شدگی هستن به هیچ وجه تو یعنی
اما اذیت چادر رو اذیتش نمیکنه که چادر رو بند بانده و خدا نخواسته. این مدل که ما یک چیزی که مقبول است، رنگ‌های مقبول داره، رنگ یشمی داره، می رنگش است، رنگ سیاهی بسیار جذاب داره. مکمل مورام روش کار شده. موره و یخ اردو کار شده میزدشان. نام خدا خیلی خوب، خیلی قشنگ. تشکر. قشنگ است. و هم مدل بعدی ما که می‌بینیم مدل که بسیار جذاب است. در جان من نمیه. چی؟ در جان من نمیه. نه. این مدل ما رو که می‌بینیم مدل که بسیار جذاب. این مدل هم کس یک تک میگن زنی ورکش که میگن نمیره میگن. بله. یک چیز بسیار جذاب، آستینشان مقبول کار میشه، دور و دور آستینشان کار میشه، لب خود کرتی کار میشه، هم ظریف و هم خاص و هم مجلسی. در بخش کرتی پیراندگان و زدنیشان ظریفشان اینمی مدل هستن. صاحب. و نگفتن امانه سایزشان خوب، سایزهای خوب داره، سایز 44 تا 54 داره که یعنی از سایز میدیم ما شروع میشه تا 5 اکسل هم این سایز داره. سایزهای خیلی کلان داره. و مدل بعدی ما که می‌بینیم مدل که شمشیری است. چطور لالا رفت؟ بگی تو یک چیز بگو. شمشیری کجا شمشیر داره؟ اینی لالا شمشیر. میره باز. شمشیر است؟ این شمشیر که تو دیدی شاید دیگه شمشیر باشه، یک مرا آزار میده شمشیر نیست. این به نام خوشه گندم میگن مادر جان. که از سلیقه خیلی زیاد دختر شده. این رقم یک چیز دختر شده. لباس واقعا مقبول، شیک، زیبا. موره را اگر دختر قسم دختر که احساس میشه مثلا بعض لباس‌ها اگر شما متوجه شده باشید لباس‌های عربی مثلا میگن سلمادوزی شده. این است که شما ببینید خود خوشه را این فکر بکنید که مثل سلمادوزی شده، در حالی که نیچه است اما نیچه طلایی کار شده، لباس بسیار مقبول. یخکشم از درجه چند کار شده؟ یخکشان درجه 6 است. درجه بالا است. دیگه گفتی بیشتر. نه گیج بالا. گیج بالا. گیج بالا به معنی اینه که یعنی لباس امی خود یخکم کار میشه از خود درجه داره دیگه. درجه یکشان که از اونو دیگه میدم. از باز شده شش برتی بخیزش پس بکشش دیگه هیچ چیز نمیمونه کار میشه. بله. اما یک است خوب کار میده. اما با شرطی که کسی دیگه قلب کشی نشه. قلب کشی چه رقم که داخل ماشین کلاشی پارتی خود بری مصرف اولادکای چه یک وقتی که بیای سعی کنی که بیاد جای از جولار نه. دیگر لغمه میکنه. اما اگر خوب نگاهش بکنی ما برات به ضمانت میگم که تا سن 75 سالگی ت کار میده. حالا اگر 35 ساله هستی مثل ما وره تا 70 سالگی ت کار میده. خدا در شرطی که مثلا از استفاده نکنی. 18 ساله است. خریدی بیاد جان. خب مدل که بعدی ما رو این مدل که آینه دوزی است. این در بخش کار خود یک چیز جذاب متفاوت از موردوزی همیشه کار نمیکنه که مثلا موردوزی ما با یکی دیگه بخونه. بله. ورق کار ما نمیکنه متفاوت است. نیوی امیساب خود دوخت خود کرتیشان بخی متفاوت‌تر از ازی کرده در بخش مورهشان در خود رنگشون ببین بخی رنگ متفاوت‌تر کار میشه. ان شاءالله ما هیچ وقت دیزاین‌های تکراری در مشتریای خود یا در مدارای خود هیچ وقت پیشنهاد نمی‌کنم. مدل می‌بینیم در رنگ اصلی آمده، در رنگ فولادی آمده. دیزاین است که بسیار خوشگلن خوره ما و تعدادش هم نگفتنمونه که محدود است و کارشون واقعا که زیباست. خیلی قشنگ است. یکی قشنگ است یکی خیلی خفن. مثلا میشه با خفن تر. بله. برای من خوشم اومده برای بوی میدونه که میگیرم. با خیر ملک مدل که میبینید که مدل که انگوری سیریل رفیجان میشناسن. بله انگور حسینی بسیار رنگ‌های مقبول داره. نگفتنمون در خاره ما برشان بگوییم که دایی دومش آمده باز مرا بگویم که خودم برشان کیفیت اصلیش برشان بدم. دومش از پیش توحید جان درخواست نکنه. دومش هم کدام ویژگی دیگه نداره، فقط 500 افغانی کمتر است. اما این متوجه باش که امکان داره که برات بسیار کم کار بشه دیگه. دوم از پیش توحید برای توحید نگی سرش کار میشه. فقط اگر میخوای که چیزی برند چیز استاندارد بخری باز میتونی کنار بر رنگ‌های مختلف سفارش بدی. رنگ‌های مختلف قیمتای خیلی خوب است دیگه. قیمت است که ما برات نمیگم دلسی مریا قیمت است در پارک مال در شارنه و در این مستقامات اگر برید خیلی قیمتش بالا است. اما دیگه که به ان شاء الله از دکان امید نمیریم. سلامت باشی بیادر جان. تشکر. یا گل عشق بیچان که خودش گل کرده و برگکاش اومده برای گلدان که داخل خانم داریم. نظر به نوع کتلاک توحید جان نگفتم اینمی کتلاک جور کرده. این گلک هم بسیار گلک مقبول است. سرشانه‌شان دیزاین داره. اما گل در سرشانه‌شان کار میشه. این سرشانه‌شان کار میشه. چیز است که اما یک
دیزاین خاص است، رنگ‌های مقبول هم دارم برای خود. نام خدا پالیش هم و خیلی قشنگ. پولیش هم یک مدل نرم است. این مدل ما بخی نامد دیروز آمده که مدل کم. رنگ‌های مقبول داره، شیب مقبول داره. ناگفتن آمدن که تعدادش هم محدود است. از یام محدود بود مثل از اون مدل که دیگه ماره. خاطر زیاد خوش کردن کمش مونده ولی رنگ مکمل مونده. یعنی مادرم تشویش نکنه هر سایزی که بخواد پیشما موجود است. به سایز نمیمونی از پیشم. و مدل‌های دیگه هم یک مرور میکنیم مدل سلطنتی عربی است. سلطنت میوازه خانه های عربی ها اگر شما متوجه شده باشید میگن یگان پایه یا یگان ستون می داشته باشه که باز روی ازو حکاکی میشن. اینا از جمله سبکای عربی است که روی نیچه و همچنان روی یخک کار شده. لباس بسیار قشنگ مقبول و همچنان یک کورتی پیران بسیار شیک و پالیش هم رنگ آفایت، لباس بسیار قشنگ بر رنگ قیماقچایی بله و همچنان خود مورش هم کار کردن سبک خیلی قشنگ با سبک طلایی کار کردیم. بله یخکش هم یخک گیچ گفتیم. نه گیج از یان بالا است. گیج ما پایین ندارم. دارم اینجا این نمیدونش نشون. ورش نشون نده. ایت نشون نده. بله. و بعض از سبکای دیگه هم هست که اینا رو شما میتونید روی رنگ‌های مختلف هر کدومش خواسته باشین. عربی، پاکستانی نه، ایندیام نه. مکمل یا ایرانی انتخاب کو یا ترکی انتخاب کو یا افغانی انتخاب کو. متفاوت بپوش، زیبا بپوش و همچنان با سلیقه بپوش. تا اینجا کار ما برشان کارشان محفلی پرکار معرفی کردم و یک دونه دیگه برشان ظریف نشون میدم، دو دونه ظریف کار برشان نشون میدم روز دیگه بعد. خوب است. جان این مدل که ما را سعی کنین اولا یک مدل جذاب مقبول خاص مخصوص مادرای ظریف کار ما که میگن تکی ما تکی ژاکارد باشه. اینجا تکی ژاکارد اومده. بسیار چیزا که مقبول است، ظریف کار است، رنگای مقبول داره، شیپ مقبول داره، آستینشان کار میشه، دور کار میشه. یک چیز خیلی مقبول بیخی مقبول است، سیتر کار میشه. و مدل بعدی ما که می‌بینیم مدل که قدم میرسه. اینجا میمونه میشه. این مدل که ما در بخش کرپ هستن، یک چیزی که بسیار خاص، هم یک خک دوزی میشه، هم مورد دوزی میشه و تکی بسیار مقبول داره، کیفیت خوبش داره، رنگای مقبول داره، سنگینیش هم دیگه ایج سلام. خوب یک مدل سنگین هستن. بسیار زیاد. کارت دارین؟ کارت دارم براتون کارت نشون میدم. کارت هم نشون میدیم و همچنان براتون شماره تلفنشون هم میگیم. همچنان کسایی که طرف کوچنگی اومده باشن طبعا که با مبارک سنتر اونا با نشانش اینا آشنا هستن. چند تا برند جناتی بدر جان یا نمی لباسا رو میتونن که از پیش ما خریداری بکنن؟ از پیج خود خریدن میتونن کدا. عرضه کننده بهترین برندهای کت دامن و بلوز دامن. آدرس کوته سنگی مبارک سنتر منزل دوم دهلیز اول دکان نمبر F41 F42 کابل افغانستان. و همچنان این برند نام باید است انتخاب کنم. از این پیرانشان این را پیران نامش تغییر داره با نام NM و این پیران HM است. شما میتونید از پروژه نگزاد صادقی از موبایل استش برید. شماره تلفنشون هم روی اسکرین درج است. ان شاء الله میتونید شما با تماس شوین و تشکری خاص میکنم از توحید جان که وقتی نانشون بود ناگفته نمونه به خورای عزیز ما که تا اینجا برنامه بودن. ناگفته نمونه به خورای ما که میخواین یک چیزای خاص بپوشن در بخش کوتاه بپوشن باز به خود ما مسیج کنن یا یک پیام برن برشان مدلای دارم که اصلا در این برنامه اصلا نشد که وقت برشان نشان میتونم بسیار چیزای VIP خاص و ان شاء الله من خدمتتون هستم از هر لحاظ از لحاظ کیفیت لالا رفیقتان از دیگه. ډیره مننه وروجان، خوشحاله اوسئ، سرلوړه اوسئ و آباد اوسئ. وقتم بخیر. الله حافظ. اوقات خوش و خوب داشته باشید. تشکر.